آقا این هفته من یه سوال دارم. بفرمایید. همیشه تو با سوال شروع. آره اینو با هم ببینیم بعد من سوالمو مطرح سخت نباشه سوالش. اما من میخوام به رئیس جمهور توصیه کنم که متمرکز بشن به حل مشکلات اقتصادی. در واقع آقا نظرشون این بود که آقای رئیس جمهور در مسائل فرهنگی و اجتماعی مراقب باشن که برای خودشون گرفتاری درست نکنن. اگه آقای پزشکیانی که توی این ایام بعد از انتخابات ما دیدیم به خصوص خودشون تصمیم بگیرن، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. اگه شخص آقای پزشکیان در نهایت تصمیم بگیرن، ولی اگر خدای نکرده اینطور باشه که یک فهرستی جلویشون بگذارن و بگن که اینا رو ببرید مجلس، خب اون ممکنه که درد سرساز باشه، مشکل ساز باشه. سوال من اینه که این حداد عادل چی کار است تو این نظام که اومده تو تلویزیون خامنه‌ای نشسته داره برای پزشکیان رئیس جمهور جدید خامنه‌ای نسخه میپیچه که این کارو بکن بکن چی کار است این؟ واقعا سوالته؟ آره دیگه. این سوالا نفهمید حداد عادل چه کاره. از این چه کاره نیست. اول از این مناصب زیادی داره توی دربار خامنه‌ای. مهمترینش اینه که پسر خامنه‌ای بعد مسئولیتی سنگین‌تر از این هست. سنگینه. پدرزن یه مسئولیت دیگه هم پامنگلی عظماست. حالا من نمیدونم اول پامنگلی بوده بعد پدرزن شده یا اول پدرزن بوده بعد پامنگلی شده. پامنگلی هم اینه که یک سری پروژه های فضانوردی دارن با عظما که برخلاف ناسال که چند سال یه بار، اینا هر شب با هم یک فضانوردی دارن و متخصص جنگ‌های ترکیبی. اصلا مسئولیتش هم ترکیبی. خب حالا سوال اینجاست، این هر کی که هست هر کی نیست، این چرا مسئولیت؟ آره حالا این همه این حرفا رو که خود خامنه‌ای به پزشکیان زده بود، اصلا توییت زد، لیست کرد توصیه‌های خودش رو به پزشکیان، حالا این چرا دوباره اومده داره اینا رو میگه؟ نقطه خوبی دست گذاشت. اون جایی که خامنه‌ای اونا رو توصیه کرد و توییت کرد و نمیدونم لیست کرد، پزشکیان تا این داشت تو فضا بود و دستاشو تکون میداد راه میرفت، اصلا گوش نمیکرد خامنه‌ای چی، یا با اول قضیه با داغ بود، با دل گوش نمیکرد. داغ هم بود، فکر میکرد که عجب طویله عجب آخری. خامنه‌ای احساس کرد خوب نگرفته، اینو فرستاد گوش بگیره بگه ببین یه بار دیگه تاکید کنه که تو جزئیات نیست، الزامه، باید انجام بدید. که قشنگ گوشی دستش. بله گوشی دست. بسیار خب. حالا یه اشاره کرد به اینکه آقا تو متمرکز اقتصاد باش، به بقیه چیزا کاری نداشته باش. منظورش چیه تو متمرکز اقتصاد باش؟ ببین اقتصاددانا تعریف پیچیده سر اقتصاد کردن. خلاصه ترین تعریف از اقتصاد چیه که رژیم کرده؟ خمینی گفت دیگه اقتصاد مال خره. تا اینو گفت همه رژیمیات چون سنخیت داشت ما نوعشون پریدن رو اقتصاد. اینجا هم یه گفته متمرکز رو اقتصاد باش، یعنی متمرکز باش رو اختلاس، راند، قاچاق، غارت مردم، بستن مالیات، خالی کردن جیب مردم، تو زمینه دیگه های حکومتی وارد نشو، فضولی موقوف. تو فقط کادر کارت همینه. ادامه راه رئیسی هم همین. حالا این هفته پاسدار سلامی هم اومد و طبق معمول شروع کرد. شروع کرد به هارت و پورتای فیلسوف معابانه، اما قاطی این پرت و پلاهاش یه حرفی هم زد که به نظر من جا داره که رمزگشایی بشه. همه حرفای سلامی اینو ببینیم با هم. وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند میفهمند که اشتباه کردند، مدام اشتباه در محاسبه میکنند و این بار همین اشتباه را تکرار کردند. باز هم خواهند چشید، خواهند یافت کی، کجا، چگونه. مبهم است، نامعین است. چی گفت؟ حرفاش واقعا شاهکار اطلاعاتی بود. همه چی رو گفت، هیچ چی رو نگفت. زمان نامعلوم، مکان نامعلوم، کیو میخوایم بزنیم نامعلوم. یاد اون چیستانای قدیمی افتادم، میگفت اون چیه، چیز مچیه، میدونم چیه اما نمیدونم چیه. داستان صحبت‌های
سلامیه که یه جوری صحبت میکنه نه خودش میفهمه نه کسی که اونایی که مخاطباش. اما مخاطباش که درست هم صحبت کنه نمیفهمن چون جنس خودشن، ولی کلا صحبت کنم مگه سخنرانیش هم برعکس کنه. دقیقاً می‌خواستم بگم یکی از ویژگی‌های سخنرانی سلامی اینه که ورق هر سمتی بگیره بگه هیچ تضادی نداره چون کلش مزخرفات و اراجیفه. حالا الان نتیجه این حرفاش چی میشه؟ یعنی الان آماده باشی چیزی الان داده به رژیم به نیروهاش؟ بله. نتیجه این حرفا یک دستاورد میدانی داشته، اونم آماده باش فرماندهان سپاه برای شرایط اضطراری. الان تمام فرمانده‌های سپاه درگیر همین مسئله آماده باشن. چند تا عکس از قاآنی لو رفته که بهتره با هم نگاه کنیم. فکر کنم این با این وضعیتش اصلا نیاز نیست کسی اینو بزنه، چون تو این گرما اینطوری که خودشو ساندویچ کرده خرماپز میشه از گرما زدگی میمیره. داستان اون یارو بود می‌خواست خودکشی کنه، رفته بود رو ریل قطار با خودش نون خشک برده بود، حالا برای اینکه نمیره داره خودش خفه میکنه. عکس اونه. بابک لباس قاآنی رو گفتی اما این موشک فتاح رو نگفتی، موشک نقطه زن فتاح. اصلا ما نخواستیم اینا موشک نقطه زن درست کنن، اصلا نمیخوایم موشکشون نقطه بزنه. خواهشاً صنایع دفاعی رژیم این دو تا نقطه ت و کنار هم بذاره مثل تمام رسم. چرا اینجوری کرد یکیش بالا یکی پایینه؟ اصلا من میگم شما موشک نقطه زن درست کنید اما فتاشو بدون نقطه بنویسید که قاف در نیاد دستش. حالا یه دو کلمه به خامنه‌ای بگیم آ قدرت اول منطقه شدی، موشک داری، پوشک داری، بالستیک داری، دیگه چی داری؟ تولید دانش بنیان داری، سجیل داری، فتاح داری، ابرقدرت اقتصادی شدی، اصلا شرق و غرب عالم. فقط برق و وصل کن جلوی پامونو ببینیم حداقل. تازه اینا میخواستن کاخ سفیدم حسینیه کنن با این داستاناشون. کاخ سفید و حسینی که چه عرض کنم یزیدیه نکردن، اما با مهندسی معکوس ساز و ویولون و همین دم دستگاه موسیقی رو آوردن تو بیت عظما، اونجا رو کردن محل دیسکو. بابک حالا من میخوام یه معما مطرح کنم ببینم. آره نه اون سر جاشه، اما میخوام این معما رو تو برای ما حل کنی. ببین این یه توییته ساده است، این یه توییته. خب اسم کاربر هست ساقی، اونم آیدیش، تاریخ توییت هم 3 سپتامبر 2023. عکس انداخته نوشته این لحظه هزاران بار تقدیم خودم باد، امیدوارم دیدار رضا شاه دوم پهلوی مجدداً برایم ممکن شود. حالا توییت بعدی رو نگاه کن، همون کاربر ساقی همون آیدی. آره اما حالا توییت تاریخش که همین هفته برای اشک‌های خامنه‌ای توییت کرده، اشک‌هایت برای من عزیز است ای عزیز ایران. داستان این چیه؟ در ریاضیات میگن دو چیز که با یک چیز مساویان خودشون با هم مساویه. چیز عجیبی نیست. ببین کاربرای سایبری رژیم دوگانه سوزن، یعنی هم شاه پرستن هم ولایت مدار. منطقاً هم درسته، یعنی یه بار دل و قلبه واسه ولیت خونی شاه میرن، یه بارم دل و قلبه برای ولیت سیاسیش میرن که خامنه‌ای و همین رژیم ولایت فقیه. اما این جلا چون باید سویچ کنه، تو سویچ کردن یادش رفته پروفایل رو عوض کنه. آره یادش پروفایل عوض کنه با همون پروفایل، چون بالاخره باید عادی سازی بکنن، با همون پروفایل با همون اسم هم شاه پرستا رو به اصطلاح دیدی دیگه چی گفته بود، هم برای خامنه‌ای اشک ریخته. البته تفاوتی هم نمیکنه، آدم میتونه هم عاشق این باشه هم عاشق اون. اما این همه سال میگفتیم بابا این کاربرای
به اصطلاح شاه پرست تو فضای مجازی بابا همین سایبری رژیم از تو قرارگاه نمیدونم چی و ضد خاتم و اینا میشینن توییت میکنن میگفتن نه اینا فلانن اینم بند آب داد. حالا این تنها نمونه نیست دیگه از این اینا دیگه. حالا بعضیشون تغییر جنسیت میدن با همون ادبیات. یه بار مرد یه توییت میکنه برای شاه پرستا بعد با یه پروفایل با همون جملات با یه جنسیت دیگه میاد برای. خب میریم سراغ بخش پایانی و کامنت یک جمله‌ای. ما کی دیگه تو کامنت یک جمله‌ای نخواهیم داشت؟ کامنت بدون یک جمله‌ای نمیشه اصلا. همه هنر اینه که بتونی یه جمله‌ای کامنت بدی. نه که داستان من یه جمله‌ای بگم تو بگو. باشه ان شاءالله دفعه بعد. ببین این عکسو ببین، هیئت دولت نیمبند که وزیراش مال رئیسیه، معاوناش مال پزشکیان. این عکسو تو یه جمله بگو براش. این عکس ماده شدن یعنی عینی شدن توصیه‌های خامنه‌ای که هی گفت متحد باشید، همدل باشید، دشمن گوش خوابونده ببینید دولت وفاق ملی باشه. اصلا این عکس یعنی وفاق ملی. اون نیش ظریف کتاب بناگوش باز شده رو نگاه کن، اون دوتا برج زهرمار قاضی زاده و زاکانی دیگه تو وضعیت این رژیم رو تا ته میشه. این نمایش وفاق ملی. بینندگان عزیز، کامنت این هفته رو با بهترین آرزوها برای همه شما به پایان میبریم. خدا نگهدار همگی شما باشه.